اگر دوست داری هوک جهشی رو یاد بگیری تا آخر این پست با من همراه باش، قرار کامل بهت توضیح بدم. اولین کاری که باید انجام بدیم نحوه درست قرارگیری پامونه و یادگیری ضربه هوکه. ضربه هوک رو قبلا گفتم، اگر پست رو پیدا نکردی و ندیدیش همینجا تو کامنت ها به من بگو که دوباره برات پستش رو تولید کنم. روبروی حریف وایسادیم و برای ضربه هوک جهشی یا هوک پرشیمون باید با دست چپ این هوک رو اجرا کنیم. برای این کار از پامون باید کمک بگیریم. با چرخش به داخل و چرخوندن پای راستمون یا پای پشتیمون، حالا بعضیا چپ دستن بعضیا راست دستن، پای عقب جلوشون فرق داره. پای عقب رو ما در نظر میگیریم با چرخش به داخل و از بدن و لگن هم چرخش میگیریم، از کتفمون هم چرخش میگیریم. یک، مثل حالت اسلیپ کردن. یک، و برای ضربه دوم میام پامو بلند میکنم، از این قدرت میگیرم و اینو بلند میکنم. یک، دوباره بدون دست میزنیم. یک. یه نکته بگم اینجا، توی هوک زدن کیک بوکسینگ سعی میکنیم پامون رو زیاد نچرخونیم و درست هم هست به خاطر زدن پا، ولی توی بوکس میتونید پای جلوتون رو بچرخونید. حالا بخوایم با دست بزنیم این حرکت رو، یک، میشینم پامو خم میکنم میچرخم و دوم ضربه رو اجرا میکنم. یک، دو. حالا اگر حریف از ما فاصله بیشتر داشت باید یه ذره جهشمون رو بیشتر کنیم، میتونیم یه ذره فاصله دست رو بازتر کنیم و هوک باز رو به اجرا بذاریم. حالا هرچی حریف ما دورتر باشه فاصله جهش ما و پرش ما بیشتره. اول از همه سعی کنید با جهش خیلی معمولی و ساده این ضربه رو اجرا کنید. یک، دو، یا یک، یه ذره جهش بلندتر. یک، دو. لایک، کامنت، سیو فراموش نشه. یه کامنت به نظرم بنداز زیر پستم.